در تالار تازه بنیاد آفتابک ناحیه وحش بخشیده به روز پرچم چاره‌بینی با شکوه به وقوع پیوست. خوانندگان با افتخار وطنداری در دست پرچم همچون مقدسات ملی صحنه خواجگی را زینت خاصه بخشیدند. پرچم یکی از مقدسات کشور به حساب رفته، گرامی داشت آن قرض هر یک ساکنی به ننگ و ناموس کشور است. هنوز از زمانهای قدیم آیین پرچمداری و پرچمسازی میان تاجیکان حفظ می‌گردید. مردم صاحب فرهنگ تاجیک امروز از آن افتخار دارند که پرچم جمهوری ما در عرصه بین المللی همچون بلندترین لیوا اعتراف گردیده. جوانان شجاعتمند تاجیک با اشتراک در چاره‌بینی‌های گوناگون شرکت نموده با به دست آوردن غالبیت به افتخار آنها این مقدسات ملی بلند افراخته می شود. رئیس ناحیه وحش قربان یوسفوف حاضرین را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفته به خاندان هر کدام آنها روزگار تنج و آسوده و سربلندی و سرفرازی را آرزو نمودند. پرچم ملی ما نشانه از تاریخ چندین هزار ساله خلق تاجیک است. قوم‌های آریایی هنوز از دوره‌های باستان آیین پرچم سازی و پرچم برداری را گرامی می داشتند. پرچم از زمانهای قدیم همچون رمزی وحدت و یگانگی، همدیگر فهمی، اتحاد خلق و ملت‌های ساکن هر سرزمین و مبارزه آنها برای آنها شناخته می شود. در پرچم نشانه‌های مهم و ارزشمند فرهنگ هر خلق و ملت، راهی تاریخی طی کرده آن و دیگر علامت‌های افاده کننده استقلالیت دولت انعکاس می‌یابند. گذشتگان ما در پرچم رنگ‌های سرخ، زرد، بنفش و کبود را یکجا با رمزهای مختلفی آیین جوانمردی و توانایی استفاده می‌نمودند. هنوز در لیوای کوریشی کبیر تصویر عقاب که نشانه قدرت و توانایی است نقش گردیده بود که آن پرچم رمز یک دولت نیرومند زمانه به حساب می‌رفت. ابراز داشت رئیس ناحیه وحش. تذکر باید داد که رنگ و علامت‌های پرچم افاده‌گر واقعیت راه تاریخی خلق باستانی ماست. در پرچم کشور ما دعوت به اتحاد و سرجمی، ننگ و ناموس، وطندوستی و وطنپرستی، حمایه مرز و بوم، سعی و تلاش برای اعمار جامعه عدالت پرور و انسانیت و بشردوستی ملت ما تجسم گردیده است. پرچم دولتی یکی از رمزهای مهم استقلالیت ملی و دولتداری معاصر ما، تجسمگر اساسهای تاریخی و رمزهای دولتداری گذشته تاجیکان، اینچنین افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمانهای مردم تاجیکستان می باشد. پرچم دولتی هر یک فردی با ننگ و ناموس را به افتخار از دولت و دولتداری، تحکیم استقلالیت ملی، حفظ دستاوردهای آن و پیش از همه وحدت ملی و سعی و تلاش پیوسته به خاطر آبادی سرزمین اجدادی هدایت می نماید. ابراز داشت نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت. باعث قید است که محنتکشان ناحیه وحش در پیشرفت و ترقیات مملکت سهمی نظررس گذاشته در همه سمت‌ها دستاوردهای نظررس را نائل می‌گردند. در چاره‌بینی روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به فعالان ناحیه به خصوص محنتکشان جماعت دهات مشعل که از اجرای نقشه پخت سپاری با سربلندی برآمدند با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. خرسندی اهل تالار را حد و کنار نبود. خوشحال از آن بودند که در فضای آرام و آسوده وطن زندگی آرامانه به سر دارند و افتخار از آن داشتند که مقدسات ملی را جشن میگیرند. من شریف و مهرانه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، خواننده صنف 10 لیسه دولتی ناحیه وحش می باشم. جمهوری تاجیکستان دارای رمزهای دولتی می باشد که یکی از مهمترین آنها پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1994 اولین مراتب تصدیق شده است که این روز را همچون روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر جمهوری تاجیکستان جشن می‌گیرند. در قسمت چاره‌بینی فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه با سرودهای جذاب و دلنشین که عبارت از وطن و وطنداری بود پیشکش حاضری نمودند. در این چاره‌بینی همچنین هنرمند خوشاواز جمهوری تاجیکستان ستاره کرامت الله با بهترین سرودهای وطنداری نزد حاضرین برآمد نموده خاطر اشتراکداران را بالیده ساختند.